مادر هی مادر مادر چراغی شو مفروزم غم دارم و غم گسارم دل سوزم تا زنده بدی هی تا زنده بدی سوختی از بایسی من اکنون سری خاک دانیت می سوزم اکنون سری خاک دانیت می سوزم دوستی مرکز پرودیوسری لوس پروداکشن تقدیم میکند. گوش کنید دوستان من یک حکایت میکنم گوش کنید دوستان من یک حکایت میکنم مرگ یک بیچاره دختر را روایت میکنم سینی 14 دختره بود نامی خوبش جمگل داشت کاکل تا میان هر در اخسار مثلی گل یک پگاه پرسید پدران شد به دوشنبه روان تا کند آن روز تماشا پای تختی تاجیکان جانکم عبدالستار اینجا بیا گفت تا پدر خواهرت را هم رگی کن رفته آیده به خطر هر دو پوشیده لباس آزاده زیبا شدن در سخن پیشی پدر چون بلبلی گویا شدن بر شما گفت جمگل می بیارم ای پدر میوه ها سرخ سفید خربوزه ها مثل شکر هر دو از خانه روان در کوچه چون مای سحر
هر ده یا گل هر ده بلبل هر ده یا سعد برگی تر شاد خندان بر سری بازار رسیدن آن زمان خود به خود گفتن رویم با راهی اسفالتی کلان از خفا با صورتی از حد زیادش ناگهان ماشین آمد همچو توفانی اجل او را زنان دخترک را آن زمان او زیر کرخون سار کرد عمر ایسا را بریده سخترین رفتار کرد این همه بدبختی را چون دشمنی غدار کرد چون شهیدان دخترک را در سری بازار کرد این خبر شد ناگهان دخترک را کشته بود کرته بوگ سوی زیبایش و خون آغوشته بود هر یکی از مردمان مدی جمالی دخترک تاجیک و ازبک و روس نالید به حالی دخترک هر یکی ای مردمان مدی جمالی دخترک تاجیک و ازبک و روس نالید به حالی دخترک گیر بگیردی دخترک مردم همه با چشمی تر آهی سرد از دل کشیده هر یکی هم کرده سر سینی چورده دورهی اوجو کمالی دخترک در جوانی سوخته است از بخنی حالی دخترک این خبر را زود به قشلاق رفته گفته بدو ستار دست پا گم کرده خود افتاد به حال و مدار ای عقل و هوش گم کرده قادر جان امک بیرون دوید مدت نگذشته او تا در سری بازار رسید دخترش را روی را در خاک و خون آغوشته دید پدر جان داده میخواست خود گردد شهید مرده را آورده آخیر بی کردن گور چوب وای در غازری خاک شد دستیاری خانه رو
مادرش فرزندم میگفت قوتی جان رفته است، چشمی خود پوشیده بر خاک ماهی تابان رفته است. هر طرف خود را زده او زور حیران میگیریست، روی بیکنده موی بیکنده سینه بریان میگیریست. جمع گل از بین بیرفت او سراسر میگیریست، خودیری بیچاره هم با لرزش جان میگیریست. کی کنون بر قادری بیچاره فرزند می شود، تا دمی مردن به وی جان و جگر بند می شود. در حصارک نیمه شب اهل قشلاق خفته بود، خانه قادر به سه کس با دلی آشفته بود. آن حبیبی خاکسارم این علم بشنیده بود، آهی سرد از دل کشیده این سخنهای گفته بود. اون حبیبی خاکسارم این علم بشنیده بود، اوهی سرده دل کشیده این سخنها گفته بود. دوستی